بحث امروزی ما لیلة القدر در کدام شب هست؟ اولا مسائل اتفاقی در ماه مبارک رمضان و در مورد لیلة القدر. لیلة القدر اتفاق نظر هست که در ماه مبارک رمضان است. دو، در دهه اخیر ماه مبارک رمضان هست. سه، در شبهای طاق هست، یا شب 21، 25، 27، 29 ماه مبارک رمضان یا 23 رمضان هست. یعنی در شبهای طاق دهه اخیر ماه مبارک رمضان. اکثریت به اتفاق نظر دارن. رأی اکثریت به این هست که میگن احتمال قوی یا در شب 27 یا در شب 21 از این دو شب. اما نظر بیشتر همین است که در شب 27 ماه مبارک رمضان شب لیلة القدر هست. امیدوار هستم که این شب غافل نباشیم، چون شبی است که الله تبارک و تعالی میگه لیلة القدر خیر من 1000 شهر. عبادت در این شب بهتر است از 1000 ماه دیگر. حالا اگر چیزی رو ببینید یا نبینید فرق نمی کند، لازم به دیدن نیست. دومی که لازم نیست که شب تا صبح بنشینید، به همون اندازه‌ای که توان دارید عبادت بکنید. ان شاء الله که الله تبارک و تعالی قبول میکنه و این عبادت بزرگ نصیب همه ما و شما شود. موفق